چشم یار به چشم من گرفتار، مرا باشد خریدار، خمار آلوده این شبهای تردار. من بیدار همیشه در شب تار، به یاد عشق دلدار، دعا خوانم خدا عشقم نگهدار، دعا خوانم خدا عشقم نگهدار. اخیراً یک آهنگ جدیدی شما هم در شبکه اینترنت منتشر شد با نام وطن بر پایه شعر سیمین بهبهانی و بگید که مثلا چی شما را وادار کرد این آهنگ اجرا کنید؟ بودن لحظه هایی که شاید شما میخواستید وطن ترک کنید و بازم از رایتون گشتید چون که در نوار این آهنگ نشان دادگی هستید. دور از وطن بودن بسیار برای من یک چی میگن احساسی سخت است. این شعر رو من زیاد میخواستم که رو با آهنگ درو برده خانم و خوشبختانه با من آقای دوران جان کمک کردن و این آهنگ رو برای من بستن. من در مسافرت بودم در امریکا، در آنجا همین سرود رو یعنی سرود همین وطن رو زیاد گوش میکردم، برای که اگر انسان در بیرون از وطن باشد این احساساتش با خیلی زیادتر میشه نسبت به وطن، نسبت به مادر، نسبت به پدر، نسبت به والدین. خب چون بیننده ما هم بیشتری شاید در خارج باشند، در مسافرت باشند، میتونید چند از تیکه اون زمزمه کنید؟ چو مجالی تن شود تای، چو بریزدم رگو پی، تو همان حکایتی نی، شنوی زی استخوانم، شنوی زی استخوانم. شب غربت در چی رنگین، زی بلور و نور و حزین، به چی کار آیدم این که درون شادمانم، که درون شادمانم. بیروه تا بمانم که من از وطن جدایی به خدا نمیتوانم، که من از وطن جدایی به خدا نمیتوانم. بیروه تا بمانم. نیت ندارد که شاید در موضوعهای اجتماعی اگر آهنگ ایجاد کنید؟ شاید البته در نقشه داریم، حتما باید یعنی این مشکلی هایی که مثلا الان در دیگر دولت ها، یعنی مثلا در سوریه، در دیگر دولت هایی که اینقدر بیگناهان رو خون میریزن، بیگناهان رو میکشن. براستی من بسیار در اخبار و در شبکه اینترنتی یعنی میبینم که اینجا فقط مسلمان رو کشته است، خون ریخته است. و من فکر میکنم که این همش اینا همه دشمن اسلام هستند، از اسلام خبر ندارن با معنای صحیح گوییم اگر. و براستی من بسیار میبینم، حتی اشک میریزم، گریه میکنم که چنین کودکای بیگناه رو میکشن، انسانهای بیگناه رو میکشن. در سالهایی که شما اول روی صحنه آمدید، شما در گروهی احسان بودید همراه با غالب جان مسافر. واقعا یک خوب این گروه یک خیلی معروفیت داشت و بعدا شما جدا شدید. حالا همکاریتان در کدام سطح هست؟ از سال 2002 تا 2005 اخیرش یعنی در گروه احسان من فعالیت داشتم با همراهی غالب جان و خوشبختانه ما مخلصان خود را یافتیم در این گروه. همکاری مثلا اینا با نزدیکی بود، یا دو سه سال پیش بود، باز با درخواست و پیشکشی غالب جان گفت یک سرود خوانیم همراه. من رد نکردم به خاطر گذشته ها و خوشبختانه این سرود را سر آوردیم یک جای با غالب جان. اولی راز کی آغاز گرفت، از تاری دلی ما ساز گرفت، مثل دو بالی کبوتر بستم و این چنین نامه‌ای پرواز گرفت. تا ابد ما هم صدایه، هم نشین و هم نوایه، تا ابد ما هم صدایه، هم نشین و هم نوایه. عاشقی شعر و
خدا کند که در وطن ما در تاجیکستان ما همیشه صلح و آسایشتگی پایدار باشد و مردم ما و تمام بینندگان و شنوندگان رادیو آزادی فقط خوشحال باشند، فقط سرود گوش کنند، فقط آوازی فقط سرود باشد و خرسندی باشد. آرزوی من همین است.